با علیزی رفاقتمون رو تموم کردیم. من با یوتیوبری داخل کامیونیتی کال آف دیوتی موبایل مشکل دارم، نمیدونیم بریم ببینیم با هم دیگه. سلام بچه‌ها، چطور؟ دیاکو دیستروی هستم، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو جدید و باعث افتخارمه که امروز در خدمتتون هستم بچه‌ها با یه ویدیو فوق‌العاده سمی و خفن که یه ایده بسیار خفن و آقا شهروز واسه ما آورده و میدونین که شهروز ایده بیاره و یه چیزا رو بخواد بگه چجوریه داستان کاملا متفاوته امروز بچه‌ها و قراره بریم یه سری کارا انجام بدیم که اصلا نگم براتون. پس لایک، کامنت، سابسکرایب بچه‌ها یادتون نره حتما حمایت کنید، یه لایک بزنید و سابسکرایب کنید، زنگوله بغلو فعال نگه دارید. و از اون طرف اگرش بچه‌ها سی پی میخواین شاب خودم این بالا واسهتون میذارم داخل توضیحات ویدیو هم بچه‌ها آیدی ادمین فروش سی پی مون هستش و داخل چنل دوم بچه‌ها امروز ویدیو داریم داخل کامنت ها چنل دوم میذارم براتون، گیمینگ میتونید برید ببینید و عشق کنید. به سرعت بریم و بیایم و یه ویدیو فوق العاده جذاب با هم دیگه ببینیم و لذتشو ببریم. بزن بریم، لیتس گو. خب بچه خیلی خوش اومدیم به ویدیو امروز. عاشق یکایکتونم، عاشقتونم، دوستتون دارم خیلی زیاد و امروز آقا شهروز با منه. آقا شهروز چطوری عزیز دلم؟ خلاص خوبه؟ سلام بچه‌ها گل. به 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 به. آقا دوباره اومدیم با سوالای سمی. این دفعه دیگه اصلا راه نداره، دیاکو رو میخوام بذارم تو تاینا. میخوایم آقا نکن شهروز، چرا این کارا رو با من میکنی؟ میشه اینو بگی اول؟ آخه من یه عادتی که دارم، باید تکلیف مسائل رو روشن کنم، باید آگاه سازی کنم. بله شما فقط تکلیف روشن میکنه، تکلیف روشن کنه. بله شهروز. حالا اگه بله بچه‌های گل این ویدیو رو به 500 تا لایک برسونن، من ویدیو بعدی مجازات برات در نظر میگیرم. یعنی آقای نه آقا نمیخواد. مجازات چیه؟ الان ویدیو مجازات نداره. نه ببین بچه‌ها ویدیو رو برسونن به 500 تا لایک، یه بلاهایی سرت میارم از این به بعد تو ویدیو. والا به خدا میرسونن و به خدا میرسونن. اینجوری نکن. نگو بابا میرسونن. آقا نکنید، لایک نمیخوام بکنی اصلا. نه آقا من بچه‌ها مجازات با هم دیگه همکاری میکنن. بچه‌ها با هم دیگه همکاری میکنن. آقا شهروز امروز چی برای ما آوردی؟ آقا امروز یه yes or no آوردیم. من ازت سوال میپرسم، فقط باید با آره و نه جواب منو بدی. من ازت یه سری سوال آره دیگه، ببینیم چی کاره دیگه. اوکی سوالات چطوره؟ سوالات سخت که نیست که. سوالاتو یه جوری طراحی کردم که یهو سخت میشه، یهو آسون میشه، یهو خنده‌دار میشه دیگه. اینجوریه قضیه. بدبختی کشیدیم ما. اوکی باشه شروع کنیم. فقط خدا میکنم که سخت نباشه. لیتس گو. خب آقا بریم برای سوال اول. یه ذره میخوام آتیشی شروع کنم. اوکی. آقای دیاکو به نظر شما مهزیار بنک چیتره؟ چیکار بدبخت داری؟ دیگه یه آره مهزیار بنک نه. مهزیار بنک نه. حالا از مهزیار خوشت میاد؟ مهزیار نه. الکی دروغ گفتم. دروغ تو کارت نداشه. دروغ تو کارت نباشه. مهزیار بنک. شاتات مهزیار بنک. حل. آره اوکی مهزیار اوکی. آقا جانم. حالا میخوام یهوی دیوونه بازی در بیارم. شبا قبل خواب فکر میکنم. آقا چنل فامیلی فرندلیه. دستم در رفت. آقا چنل فامیلی فرندلیه. نکن یکو. شبا قبل خواب بابا. نه دروغ میگی. دروغ نه قبل خواب به این چیزا فکر میکنم. خب من فکر نمیکنم. چرا فکر کنم؟ دوستان بگین پسری که قبل خواب فکر نمیکنه تو کامنت ها چیه؟ آقا برو بعدی کن. بابا نه دیگه. فکر نمیکنم دیگه. چرا من فکر کنم؟ بچه‌ها میگن تو کامنت ها پسری که قبل خواب به این چیزا فکر نکنه. بچه‌ها نگید دیگه، خودت میدونی. بچه‌ها نگید. آقا دیگه یه سوال راحت. با آیبوم مشکل داری؟ با آیبوم
آقا خیلی این سوالو پرسیدن و گفتن که با آیبون مشکل داری دیاکو، مثلا نه ویدیو میگیرین نه چی میکنید با هم دیگه، نه حرکتی میزنید و از این حرفا. خیلی اومدن گفتن. آقا یه سری قضایا هست حالا نمیتونیم بگیم، بین خود یوتیوبراه. خب بین خود یوتیوبرها گفتنی هم نیست، نمیشه گفت. ولی من نه، من مشکلی ندارم با این آدم، من هیچ مشکلی ندارم. خب تو مشکل داری برای خودت، به من ربطی نداره. من با این آدم مشکلی ندارم، اتفاقا همکاره، داره ویدیو میذاره، خیلی خوبم ویدیو میذاره، مشکلی ندارم باشه. چرا باید مشکل داشته باشم؟ نه مشکلی ندارم. نه ببین حالا نمیخوام چیزش کنم، همکار بودن آره آقا، همه دارن تو این کامیونیتی زحمت میکشن. بله. ولی این که دارن چطوری زحمت میکشن هم خب مهم. نه برای من مهم نیست چطوری زحمت میکشه. طرف به رشد کامیونیتی کمک کنه برای من یعنی یوتیوبر خوبیه. 100%. برای من اینجوریه. آقا یه سری شایعه شده، من گفتم ازت سوال کنم. چی شد؟ شایعه درست کردی؟ مثل اینکه کلاغا میگن با علیزی رفاقت تو تموم کردی، این درسته یا نه؟ با علیزی رفاقتمون رو تموم کردیم. نه علیزی داشمه، بلادی منه بابا، بلادیمه بابا، رفیق گرمابه و گلستانه، بلادیمه بابا، این حرفا نریم که. آره با علی نه مشکل نه، با علی داشمه. خب شما این کلاغا خیلی چیزا میگن. آقا این سوال دیگه، ببین اومدم یه چیزی بگم اصلا یه هنگ کنیم. تا حالا دختری مالیدته جان بگیره بگه جان چه پسری بیا بمالمت؟ آره ای وای دیاکو رو اینجا میشناسیدا زیاد بوده. اوه 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 زیاد خوش. نه آخه زیاد خوششون میاد، کراش میزنه خوش، بعضی میگم واقعا. بله بله آقای دیاکو گل گلاب عزیزمی. خب تا حالا با دخترای کامیونیتی کالاف تو رابطه بودی؟ آقا با دخترای کامیونیتی کالاف تو رابطه بودم یا نبودم؟ ببینم کسی نبوده باشه. دخترای کامیونیتی کالاف نه دروغ میگی. نه اینکه شک دارم. نه به خدا نبوده. با هیچ داخل رابطه نبودم تا به بود. حالا آره خب نبودم. به نظر دخترای گیمر آدمای تاکسیک، آدمای سمی هستن، مثلا اخلاقای عجیب غریب دارن؟ هم آره هم نه. هم آره هم نه. 90%شون تاکسیک. معذرت میخوام باز چی نکنید. 90% تاکسیک هم. من ببخشید عذرخواهی میکنم، واقعا یه سری هست دیگه، ببخشید باز عذرخواهی رو دوباره انجام میدم. یکی دو تا هم خودمون داریم. داخل کامیونیتی خودمون هستن انجام میدن. بله بله. الان همه میان مینویسن اینه و این داره میگه. بچه ها تو کامنت ها بنویسید منظور دیاکو کی بود. نه منظور خاصی نداریم به کسی. آره هر سوالی ها که فکر میکنید دیاکو داره دروغ میگه، شما راستشو تو کامنت ها براش بنویسید. نه من دروغ نمیگم، دروغ خوشم نمیاد. آقا یه سوال جدی، با ریهبر مشکل داری؟ با ریهبر توضیح داره؟ توضیح بدم؟ اول بگم بعد توضیح بدم. نه یه آره یا نه، ما رو خلاص کن در کل. نه باریکلا نه مشکلی ندارم، ولی خب قبلا یه دونه ویدیو درست چون محیطی که با همه مشکل داری، یه دونه ویدیو درست کردیم و دیگه با هم صحبت در ارتباط نبودیم، صحبتی هم نکردیم، مشکلی هم نداریم. خب اون برای خودش داره کار میکنه، من برای خودم کاری ندارم. من به جز رفیقام با همه مشکل دارم. بله اون که 100% باشه، هر روز تو اصلا بله فرق میکنه. آقا حالا فکر کن یه روزی پول خیلی زیادی داشتی، خب برای ویورات گردونه میزنی؟ مرسی 100%.
من دوست عشقم. نه من بودم این کارو نمیکردم. تو کلا فرق میکنی اصلا کلا اصلا با من نه متضادی. آخه بد عادت میشن. آخه اون موقع از مثلا یه سری یوتیوبرهای دیگه هم انتظار میره که همه چین کارهایی بکنن. حالا اون ما موقع بر خوب چند نفر نمیشه. میزنیم حالا. آخه چقدر شما خوبی دیاکو. فدات بشم. من بودم لایک های این ویدیو رو به 2000 تا میرسوندم. 500 تا که هیچی. لست داره آشرس لست داره. آقا شما رابطه خشن اینایی که همو میزنن میگن اینا دوست داری؟ این رابطه ها که همو کتک میزنن یارو مثلا یا اینجوری آره آخ ویورا بشناسید نزدیک این آدم نشید. این آدم یه کاری میکنه یهو بگی نگو اینا رو زشته. ای خدا. اوکی Keşke girmeseydiniz در مادر رو ya. بره. متین تی میکس رو چقدر دوست داری؟ خیلی زیاد یا بی نهایت؟ از بی نهایت هم اونورتر داریم. آره. امو آخ. به نظرت متین تی میکس شماره 1 کامیونیتی کالاف ایرانه در حال حاضر؟ نه نمیدونستم دیو کراش شده وگرنه این کار نمیکردم. از طریق محتوا سازی بله. محتوا سازای قهارتری در حال حاضر هستن. متین از دستش برمیاد ولی تا حالا انجام نداده. ولی در حال حاضر میبینید خیلی انجام هستن که میده. محتوای بهتر. متین با استعداده. آره متین استعداد با خیلی خوبی استعداد. داره ولی بعد انجام بده دیگه. انجام بده 100% یکو میگیره. میتونم که میتونه این توانایی رو داره که آقا. یکو راحت بگیره ولی انجام آقا نده تا الان. بذار احمد لجند یوتیوبر خوبیه؟ احمد لجند یوتیوبر خوبیه. خوبیه آره. مرسی. عجیبه. لوت نزدم اون قرمز خوبه. احمد لجند پسر خوبی هم هست. بله پسر خوبه. نه اونجوری نه. بله. نه اوکی من چیز آدم نگفتم. خوبیه. مگه حرفی یعنی زدم. اینکه آدم خوبیه. گفتم پسر یعنی اینکه خوبیه آدم دیگه. خوبیه. منم گفتم پسر خوبیه دیگه. حرفی از نه تو یه جوری گفتی مثلا انگار خوب پسریه. نه چرا فرقی میکنه با هم دیگه. یعنی پسر دختر برای تو فرق ندارن؟ نه پسر خوبی خوب پسریه چه فرقی داره؟ نه خیلی فرق داره. مثلا حالا ما این فرقا رو ما متوجه نمیشیم. ما آدم ساده ای هستیم متوجه نمیشیم چیزا نمیشیم. بازم بچه‌ها تو کامنت ها بنویسید خوب پسریه یا پسر خوبیه با هم چه فرقی بابا داره. ول کن. اوکی اونی که خوب پسریه چه مدل پسریه؟ باشه اوکی قبولت داریم. اوکی بفرمایید. خب آقا قبلا گفته بودی تو کامیونیتی کالاف رو یکی از دخترها کراشی. هنوزم روش کراش هستی یا نه؟ قبلا که همین دو تا ویدیو قبلی فکر کنم گفتم. اونو بچه‌ها دیگه بعد برن ببینن شاید ندیده باشن. کدوم ویدیوه؟ یکی دو تا ویدیو قبلی فکر کنم بوده. جرأت حقیقت فکر کنم با متین بوده. آره خب هنوز رو اون کراشی؟ 100%. آدم تو دروس که عشقشو فراموش نمیکنه. بله 100%. 100%. هول شدن آقا اینا هول شدن. پدرم در اومد. بفرما. چه صدا پدرم. تا حالا از هم جنس خودت لب گرفتی؟ بالا خط تو گرفته هم. نه ببین امروز دیگه اومدم یه سری سوالا ازت میپرسم اصلا حالت خراب. بله اسم ویدیو باید بشه آشنایی با دیاکو. واقعا اسموک داره نه یاکو بزن. خب خب بفرمایید. حالا یه سوال یه ذره شخصی ازت میپرسم. بفرما. تا حالا درآمد بالای ماهی 100 میلیون تومان رو تجربه کردی؟ مشکل اینجاست ندارم. نه نزدیکش چی؟
شد یارو به دردم. نه یاکوب بیوای میخوای؟ دروغ میگه، تجربه کرده. میگم نه فهم میخواد. چی تجربه کرده؟ به نظر چرا یوتیوبرها هیچ موقع نمیان درآمدشون رو بگن؟ شات کمپلی درآمدشون رو نمیگن دیگه، مثلا کلا درآمد رو نباید پرسید، درآمد طرف کم میشه. هر موقع درآمد ببری درآمد طرف کم میشه. عزیزم نه آخه ببین شورت یه چیز شخصیه، بله. ولی درآمد که یه چیز شخصی نیست که مثلا بگی وای این خیلی حریم شخصیه. حالا بعضیا نمیگن دیگه، مثل سن طرف دختر مثلا سنشون نمیگه، مثلا اونایی که بالا سنشون بالاتر از سنشون نمیگن، مثلا دختر نپرس که سنش چند ساله اینجوری مثلا. حالا عقاید خودشونه دیگه، حالا هر چی که هست. از دست این ایرانی‌ها. بله یکی جلوم. خب به نظرت امید سیکس برمیگرده؟ یکی اینجا بود اگزد جیمز هم گفت منم دیگه امیدوارم. یعنی تو هم نمیدونی؟ نه گفتم یس امیدوارم. حالا یه سوال جنجالی بکنم، بچه ها رفیقمونن، نیاز به توضیح هم نره، فقط آره و نه بگو. بله. به نظرت امین اینفرنو کار درستی کرد که رفت دنبال امید سیکس؟ اینجوری فشار بکن. نه تا حالا شده ویدیویی بسازی که از ساختنش پشیمون بشی؟ شاد نکرد. نه نمیام یس. اوه، چی- تا حالا تو زندگیت کاری کردی که به نظرت درسته بعد پشیمون بشی؟ خونه خری کش کن. من هر کاری تو زندگی کردم پشیمون نمیشم، یعنی هر اتفاقی که تو زندگیم بیفته. نه آره دانیال دو دقیقه به به بهترین چون کار. چیزی بوده که بچه‌ها بوده. هیچ وقت- ولی آقا من درباره اون اینفرنو یه چیزی بگم، خوش چرا خیلی بد متوجه الان بشم، من یه سری توضیح بدم. اگر طرف بچه‌ها دارم میگم ما به یاد بوده، مثلا یاد بود که میگیم به یاد امید داریم یه سری ویدیو میذاریم و مثلا ریاکت میریم بهش و از این حرفا ویدیو میذاشیم که مخاطب از ذهنش نره. ولی من برم دنبال طرف و اینجور چیزا، طرف آقا شاید دوست نداشته باشه اصلا بیاد، برای چی ول کرد رفت؟ یه دلیل من الان بگم. اگر میگفت که من دارم میرم نمیذاشتین شما امید بره، واقعا نمیذاشتید. همه میگفتین امید نروی، مجبور بود بمونه با اون افکار بدش، مجبور اون خرابش، مجبور بود تحمل کنه. طرف داره راحت زندگیشو میکنه. حالا ما امیدواریم که برگرده. حالا من نمیگم اینفرنو حالا بده، نه همچین چیزی. اینفرنو اتفاقا خیلی هم پسر خوبیه، نه. داخل کامیونیتی خیلی زحمت کشیده، خیلی از اینا کرده، ولی شاید این کارش درست اونقدرها درست نبوده باشه. ولی خب نظر شخصی هیچ البته چیزی نیست، هیچ وقت نظر ورود شخصیه به فقط. حریم شخصی، آره هیچ وقت ورود به حریم شخصی کسی کار درستی نیست. حالا من چی ندارم، ولی من نظر شخصی رو فقط گفتم، چیز دیگه ای هم نیست. اتفاقا اینفرنو رو خیلی دوست دارم. آره امین بچه خوبیه، یوتیوبر بله خوبیه، همه محتواساز خوبیه. دوستش دارن، خیلی خوبه. بله 100%. اگه یوتیوب، من همیشه این حرفو میزنم، خود ممرزا میونه، اگه کسی یوتیوبر و محتواساز خوبی نباشه هیچ وقت به جایی که الان هست نمیرسی. ندارم بده. 100%. کسی که بالاست خب. دیگه مشخصه دیگه برادر. کسی که مثلا 10 دیگه بالاتر، دیگه مثلا 15 دیگه 20 بالاتر دیگه میشه بالا دیگه، طرف بالا اومده دیگه، بالاست دیگه. اونا دیگه محتوای خوبی ساختن که اومدن بالا. بله در خدمتیم. در خدمت. من سوالام تموم شد، خیلی هم تمامه. دوست دارم، دمت گرم جواب فدات دادی. بشم. مرسی آقا شهرام. امیدوارم ممنونم که بچه‌ها اومدید حال سوالو کرده باشن. انشالله که خوششون اومده باشه. بچه دمتون گرم. خیلی ممنون که ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. لایک کام سابسکرایب یادتون نره. طبق معمول بدن عشقای منین. خیلی دوستتون دارم، خیلی عاشقتونم. فعلا تا ویدیو بعد. تمام.